خواست‌های احزاب کرد به خصوص حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری آقای قاسملو در آن زمان از طرف حکومت مرکزی به تجزیه طلبی تعبیر می‌شد و درگیری نظامی با کردها هم از آن زاویه توجیه می‌شد. این خواست‌ها چه بود و آقای قاسملو آنها را چطور برای من فرموله کرد؟ ما که دقت اگه کرده باشید دموکراسی برای ایران را قبل از خودمختاری برای کردستان گذاشتیم، نه برای اینکه دموکراسی کل و خودمختاری جزئی است از دموکراسی به نظر ما، بلکه برای اینکه ما اعتقاد داریم بدون تأمین یک دموکراسی پیگیر مستقر در ایران، حتی اگه ما خودمختاری هم به دست بیاریم، خودمختاری در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ما الان در شرایط فعلی ضمانتی که داریم برای حفظ خودمون اسلحه ماست، ولی اسلحه رو برای همیشه نمیشه نگه داشت. اسلحه رو باید جایگزین کرد. چیزی که میتونه جای اسلحه رو بگیره فقط دموکراسی. و تصوری که ما از دموکراسی داریم بسیار ساده است. دموکراسی برای ما یعنی پلورالیسم، دموکراسی یعنی آزادی برای همه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی زبانهای ملی، آزادی فرهنگ و البته آزادی احزاب، دادن قوه به اصطلاح مجریه به دست مردم، حکومت مردم به دست مردم. و ما عقیدمون این هست که هیچ نوع دیکتاتوری در ایران در آینده نمیتونه هدفهای مردم ایران، خلقهای ایران را تأمین بکنه. حالا چه این دیکتاتوری شاهنشاهی باشه، چه این دیکتاتوری اسلامی باشه، چه این دیکتاتوری پرولتاریا باشه. ما عقیده داریم که ایران ما احتیاج به یک رژیم دموکراتیک داره که با در نظر گرفتن فرهنگ ما، تاریخ ما، ولی با حفظ اصول دموکراسی، با حفظ اصولی که در منشور سازمان ملل متحد اومده و در بیانیه حقوق بشر اومده، میتونه کشور ما را واقعا به جلو ببره. به این ترتیب ما حتی در کردستان که با مسئولیت میتونم به شما بگم که اکثریت قریب به اتفاق مردم کردستان طرفدار حزب ما هستند، ما خودمون را مالک کردستان نمیدونیم. این مردم کردستان است که تصمیم خواهد گرفت که آیا حزب دموکرات باید خودمختاری را اداره بکنه یا یک سازمان دیگه. و ما عقیدمون این هست که اگر شرایط جنگ از بین بره، همه سازمان ها و همه گروه ها باید برنامهشون رو در مقابل مردم ایران بگذارند و مردم ایران بتوانند آزادانه در بین این سازمان ها و این گروه ها انتخاب بکنند. پس به این ترتیب ما اعتقاد به یک دموکراسی عمیق در ایران داریم، دموکراسی که حقوق همه را محترم بشماره، حقوق مخالفین را هم محترم بشماره، چون به نظر ما هیچ دموکراسی بدون احترام به حقوق مخالفین نمیتونه وجود داشته باشه. و به همین جهت هم ما با همه سازمان هایی که به شکلی از اشکال میخوان در ایران دیکتاتوری مستقر بکنن مخالف هستیم. به همین جهت هم ما حاضر نیستیم با سلطنت طلبا همکاری بکنیم، چون به نظر ما تاریخ ما اثبات کرده که سلطنت یعنی استبداد. از او پرسیدم رابطه یک کردستان خودمختار با دولت مرکزی چگونه است و چطور اتهام تجزیه طلبی را رد می‌کنید؟ در تاریخ ایران همیشه تمرکز تمام قدرت در تهران بوده، در حالی که ما خودمختاری می‌خواهیم. خودمختاری یعنی عدم تمرکز. ما نمی‌خواهیم همه قدرت در تهران جمع بشه. ما می‌خواهیم قدرت در بین مردم ایران، در بین خلق‌های ایران و حتی استان‌های ایران تقسیم بشه. و الان در اواخر قرن 20 در واقع در همه کشورهای مترقی قدرت تقسیم شده
قدرت در دست یک نفر، اون هم در مرکز جمع نشده، تمرکز پیدا نکرده. و به همین جهت ما مخالف گروه‌هایی هم هستیم که به اسم دیگری بخوان در ایران دیکتاتوری بر سر کار بیارن. حالا موفق خواهند شد یا نخواهند شد اون مسئله دیگه است. من فکر میکنم که در ایران آینده اگر دیکتاتوری هم بر سر کار بیاد، بعد از جمهوری اسلامی این دیکتاتوری مدت طولانی بر سر کار نخواهد ماند و متاسفانه امکان داره که وضع کشور ما را به طرف جنگ داخلی هم ببره. پس ما اولا تمام خواسته های ما، هم دموکراسی هم خودمختاری، در چارچوب کشور ایران است. ما خودمون را ایرانی میدانیم و به هیچ کسی، به هیچ ایرانی دیگه هم اجازه نمیدیم که خودش را از ما ایرانی تر بدونه. دلیلی هم برای این کار نمیبینیم. ولی در ضمن در این خانواده مشترک خودمون، وطن مشترک خودمون که ایرانه، میخواهیم به حقوق ما توجه بشه و به عنوان هموطن درجه دوم زندگی نکنیم، بلکه هممون در مقابل قانون مساوی باشیم. و به همین جهت هم فکر میکنیم که این خواسته های ما، چه خواسته های دموکراتیک ما و چه خواسته های مربوط به حقوق ملی که باید البته برای خلقه های ستمدیده دیگر ایران هم منظور بشه، تمام اینها در چارچوب یک ایران دموکراتیک ممکن هست و به همین دلیلی که ما دموکراسی برای ایران را در واقع شعار اصلی خودمون قرار دادیم. اون چه برای ما اهمیت داره اینه که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران چی میخوان؟ اکثریت مردم ایران صلح میخوان، آزادی و دموکراسی میخوان و امنیت و آسایش میخوان. و کسانی که واقعا بتونند چنین برنامه‌ای در مقابل مردم ایران مطرح بکنند و مردم ایران را قانع بکنند به صداقتشون که میتونن این چنین برنامه‌ای را اجرا بکنن، من فکر میکنم که این طیف در آینده ایران برنده خواهد شد. من اعتقاد دارم که هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه در ایران بر سر کار بیاد. هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه دیکتاتور باشه و اگه تازه به اونجا برسه که بتونه قدرت رو در دست بگیره، جنگ داخلی رو راه خواهد انداخت. ما به عنوان حزب دموکرات نظرمون این هست که میتونیم رژیم را تضعیف بکنیم، میتونیم ضربه به رژیم بزنیم، ولی و میتونیم حتی تا حدی شرایط سرنگونیش را فراهم بکنیم، ولی به تنهایی ما نمیتونیم آلترناتیو باشیم. به همین جهت ما در ایران، در بخش‌های دیگر ایران دنبال همپیمان هستیم که هممون در یک ائتلاف بسیار وسیع دموکراتیک، در یک جبهه که همه دموکرات ها و جمهوری خواهان رو بتونه جمع‌آوری بکنه، با هم متحداً مبارزه بکنیم و این بار بعد از سقوط جمهوری اسلامی کاری بکنیم که کسی، دیکتاتوری بدتر یا بهتر از جمهوری اسلامی بر سر کار نیاد، بلکه یک رژیم دموکراتیک که خواسته های مردم ایران رو پیاده بکنه بعد از 2 دیکتاتوری طولانی شاهنشاهی و اسلامی بر سر کار بیاد.